از این پس کودک‌ها به حق دادند که طبق قانون وقتی حقوقشان پایمال می شود رفته امکان دارند از بالای پدر و مادر خشتبار نزدیکان شکایت کنند تا همون نفرها جزا گیرند. نظر شما چی است؟ که فرزندی به منه هیچ وقت ایروی پدر و مادر شکایت کردن ایروی مسلمانی درست نیست. من امیره نمیخوام زنم که پدر مثال فرزند روه ایروی پدر یگم پدر یگم مادر نمیخواه که فرزندی من مثال ایره بیره گرده فرزند ای اول تربیت دادن در کار. بارکالله پدر و مادران باید از حد نگذرانند. پدر و مادر باید که از حد نگذرانند در تربیت فرزند. البته که پدر یا اینکه مادر سیاست در خاندان داشته باشند. ملک به سیاست ویران می شود. عائله من یک چیک دولتی است به سیاست نمی شود. سیاست باید باشد ولی پدر و مادر نیست از حد نگذارن لط کوب فرزند نکنن. سیاست کنن فهمونن بنازی تندی کنن لیکن نزنن معیب نکنن. خود شما طرفدار همین هستید که کودک‌ها در حالت پایمال شدن حقوقشان روند از بالای پدر و مادر خشتبار شکایت کنن به دادگاه؟ وای هم انسانن وای هم عقل دارن وای هم حقوقشون باید داشته باشه. هر یک شهروند حقوقش باید داشته باشه. اینا حتما رعایت کردن در کار. مثال اگر کمتر هوایو سخت نگیرن وایو به هر راه میروند گپ گوش نمیکنن شبگردی میکنن خلاصه دیگر کارها را میکنن. کمتر سیاست باشد خوبه در خانواده. در عائله پدر و مادر سیاست کنند. بله بله. لیکن کودک‌ها حق دارند از این پس که از بالای پدر و مادرشان شکایت کنند به دادگاه. اگر که نابالغ باشند نباید شکایت کنند. برای که مثال در هر یک جایی که نباشد باید یک کس گپ زنه دیگرها گوش کنند. وقتی که آنها گوش نمیکنند دبراست یگام جای گپش نیست است دیگر اپجا. از این پس به کودک‌ها طبق قانون حق داده شد که اگر دیدن که حقوقشان پایمال می شود و محکمات مراجعت میکنند. میدانم اساس در دوشنبه اگر بسیار حق کلانتیان کودکان از چهارچوبه میبرایند از همین سبب فکر و عقیده کودکان را هم شنیدن در کار لیکن یک نمود مسئله دادن در کار که باید کودک هم فهمد در کجا حق دارد و در کجا حق ندارد. از همین سبب فکر میکنم که کلانسالان باید همین جدی نظر میکنند. این حق دارد پدر و مادر. فرزند جنگ نکنی، تهدیدش نکنی، نترسونیش، یک جوره روزا میروه. گوله که عقل ندارد. یا نه؟ این فکر شخصی من. وقتی حقوقهای کودک پایمال میشد باید چیکار کنند؟ Нет, ممکن است нужно объяснить. باید با سخن فهمانی. نه هر شخص با لط و کوب میفهمد که این رفتار بد است و نباید انجام دهد. Нельзя делать. حاضر قانون تغییر علاوه وارد کردن. از این پس اگر کودک حقوقش پایمال شود و حق دارد که رفته از بالای پدر و مادر خشتبارش شکایت کند. Шикаят кнат. Но это тоже неправильный поступок со стороны ребенка, так как родители. اما این عمل فرزند نیز خوب نیست. زیرا والدین بالوپریوا هستند. آنها باید به حرفهای کلانسالان گوش دهند. آنها نمیتوانند سخن آنها را بریده بحث کنند. میباید به سخنان کلانسالان گوش دهند و بفهمند تا در زندگی خوشبخت و کامیاب شوند. Просто старших нужно слушать и понимать. Так будете жить счастливо. پدر مادر شکایت نمیکنند. او